هدبند توربان یه اکسسوری قشنگه که میتونه استایلتون رو خیلی شیک بکنه. هم میتونین با استفاده ازش استایلتون رو قشنگ‌تر کنین، همین که از گرمایی که به سرتون میده استفاده بکنین. همه جور استایل و تیپی میاد. ببین مدلش چقدر قشنگه، یه پاپیون خوشگل که این روزام ترند شده، خیلی شیکه. برای بچه‌ها هم میتونین ازش استفاده بکنین و بزرگترها هم که میتونن استفاده بکنن. تمام جزئیات این کار میتونه تغییر بکنه. مثلا میتونین سایزشو بزرگتر یا کوچیک‌تر ببافین، اندازه دور سر، و حتی میتونین جزئیات بافت این پاپیون رو هم تغییر بدین. و حالا اصلا میتونین یه مدل دیگه ای از بافت رو برای این هدبند یا توربان استفاده کنید. تمام این نکات رو توی این ویدیو گفتم. اصلا ممنون میشم که تا انتهای ویدیو همراه من باشین. اگر سوالی، پیشنهادی، انتقادی بود توی کامنت به من بگین. لطفا پست‌های پایین‌تر منم نگاه کنین و این کانال منو دنبال کنین و این ویدیو رو لایک کنین. بریم که با هم دیگه این مدل رو ببافیم. سلام دوستان، افسانه هستم. بریم که با هم این آموزش رو داشته باشیم. کانواتون باید متناسب هم باشه اندازه‌شون. شما از هر کانوایی میتونین استفاده کنین متناسب با سلیقتون. و اینکه نکته‌ای که میخوام بگم، شما میتونین طول و عرض کار رو با سلیقه خودتون و اندازه دور سر شخص مورد نظرتون تغییر بدین، ولی بهتره که این بافت عرضش زیاد باشه. خب بریم با هم یه تعداد زنجیره بزنیم. من طبق معمول آموزشو میدم، چنداج میبافم. اگر حس کردم اندازه عرض کارم مناسب نیست میشکافم و تعداد دونه هایی که سر انداختم رو تغییر میدم. نخ رو یه مقدار بیشتر میکشیم. اینجور با این انگشت نگه میداریم. این دوتا رو میگیریم میاریم اینجا. یه دونه از اینجا رد میکنیم. از نخی که داخل شستم میرم داخل. نخی که رو انگشت اشاره است میگیرم، از اینجا میارم بیرون. میبینین دوتا برای من سر انداخت. این نخ رو میبینین پایینش رو با این سه تا انگشتم گرفتم. میرم پس از داخل نخ داخل شستم میرم نخ انگشت اشاره میگیرم، از داخل شست دوباره میارم بیرون. از اینجا میرم داخل، اینو میگیرم، از اینجا میارم بیرون. خب تعدادی که بخوایم سر بندازیم بستگی داره به ضخامت کانوامون، شخصی که میخوایم براش اینو ببافیم و سلیقه خودتون. آخر نخو گره میزنم و شروع میکنم ببافت. خب برای این بافت، هر بافتی رو بچه ها میتونین استفاده بکنین. هر بافتی که بلدین، حتی اگر که دلتون بخواد میتونین این بافت رو با قلاب داشته باشین. من میخوام همه رجا رو از زیر ببافم. خب دونه اول میرم از پشت کار میرم داخل، نخو میگیرم، از این حلقه میارم بیرون، از میل میکشم بیرون. ببینید از پشت کار وارد میشم، نخو میگیرم میارم بیرون، از اینم میکشم بیرون. ببینید از پشت میل میرم داخل، نخو میگیرم دور میل، از این حلقه از میارم بیرون و از میل هم میکشم بیرون. یه بافت ساده زیره. اینو همه رو از زیر میبافیم تا انتهای رج. خب من همه دونه ها رو از زیر بافتم تا انتها، تا آخرین دونه. خب حالا اینجا دوباره شروع میکنم به رج دوم. اولین دونه رو بچه ها نمی بافم، میرم داخل اولین دونه میگیرمش. خب این ورش دوتاییه، این ورش یه دونه ایه. از میل میارم بیرون، انتقالش من به میل بعدی. حالا دوباره همه دونه ها رو میخوام از زیر ببافم. کاری ندارم دونه چی میگه، من میخوام همه رو از زیر ببافم. پس دوباره از puşt کار میرم داخل، نخو میگیرم، از اینجا میارم بیرون، از میل رد میکنم، از پشت میل میرم داخل حلقه، نخو میپیشم دور میل و از این دوتا خارج میکنم تا انتهای رج. مجدد این رو میبافم. بچه بافتمون الان توی این آموزشی که من دارم میدم همینه، فقط همه دونه ها رو از زیر میبافیم.
انتهای رج رو بافتم، میرم دوباره رج بعد نخ رو میگیرم از قلاب، اولین دونه رو میارم بیرون، نخ رو برم پشت قلاب و شروع میکنم مجدد همه رو از زیر میبافم. خب من اینو میبافم تا به ارتفاع دور سر شخص مورد نظرم منهای 2-3 سانت برسه. خب دوستان من این هدبند رو حدود 45 سانت بافتم. البته یه مقدارم کش میاد، فکر کنم با کشش بشه 50 سانت. اینو حدود 45 سانت بافتم. چه تعدادی سر انداختم بچه؟ من در نهایت 22 تا دونه سر انداختم که به من حدود 10-11 سانت داد. چندین رج بافتم که شد حدود 45 سانت و حالا مثلا الان اندازش برای من اوکیه. حالا باید چیکار کنم بچه ها؟ اینجا باید دونه ها رو کاهش بدیم یا در اصل کور کنیم در اصطلاح بافتنی و کار رو تموم کنیم. این اولین دونه رو من میگیرم، دونه اول رو میرم از زیر میبافم، دونه قبلی رو از روی این رد میکنم، از میلم میکشم بیرون. ببینین یه دونه رو میبافم، دونه قبلیمو از روی این رد میکنم و میارم بیرون. اینجا باید یه مقدار حواسمون باشه که شل ببافیم. این دونه رو میارم از این رد میکنم. اگر که سخته میتونید با قلابم این کار رو بکنید، یه مقدار شل تر ببافیم. یه دونه از زیر میبافم، قبلی رو رد میکنم، از این میارم بیرون. حالا شما اگر روش دیگه برای کاهش بلدین میتونید همون رو اجرا کنید و این کار رو تا انتهای رج انجام میدم و بعد میام بقیه کار رو ادامه میدم. خب این کار رو تا دونه آخر انجام دادم، کامل کارم تموم شد. حالا نخ رو یه مقدار اضافی تر قیچی میکنیم برای حالا ادامه کار. این دونه آخر رو من یه دونه زنجیره میزنم و کار رو تموم میکنم. خب این رو یه سوزن میاریم، با استفاده از یه سوزن میخوایم این دو سر بافتمون رو به هم دیگه وصل کنیم. خب پایه به پایه این دوتا رو به هم دیگه میدوزیم. از اولین دونه این کار رو انجام میدیم، از این ور میرم، از طرف مقابل برمیگردم. این دوتا میذارم رو هم و اینجا رو دونه به دونه میدوزم. همینجور میدوزیم که این دوتا فقط به هم دیگه وصل باشن. خب تا انتهای بافت رو من دوختم. خب کارمون به این شکل میشه. خب حالا میخوایم اینجا حالت پاپیونی بگیره دیگه، درسته؟ اینطوری وایسه. خب پس باید اینجا رو دوباره مجدد از همین دونه اول، خونه اول، یه چند تا کوک درشت بزنیم که وقتی نخ رو میکشیم اینجا رو برای ما یه حالت جمعی رو ایجاد کنه و پاپیون ما شکل بگیره. ببینید خب حالا این نخ الان اینجا میکشم و اینجا میتونید پاپیونتون رو قشنگ حالت بدین. خودتون با دستتون میتونید حالت بدین چجوری میخواین بایسته. و حالا در انتهای کارم باز میشه این رو یه مقدار حالت داد. حالا من 1-2 دور این نخ اضافیم رو اینجا میپیچم که این حالت پاپیونه خوب خودش رو نگه داره. چون من توی آموزش پاپیون قلاب بافیمم بهتون نشون دادم یه مدلی بود که این نخ رو چند دور این پاپیون میپیچیم و اون میشه اتمام کار ما و حالا این هدبند تموم میشه. چند دور این نخ رو بپیچیم و اینجور صاف بپیچیم کارمون تموم میشه. خب حالا اگر که بخوایم یه بافت کوچیکی میتونیم ببافیم، اینجا بکشیم که این کارمون تمیزتر و شیکتر بایسته. 1 متر میارم، این دور رو اندازه میزنم. خب یه بافتی حدود 9 سانت ما میخوایم. خب 8 سانت تا 9 سانت میخوایم. حالا میخوام همین بافت رو بزنم، میام اینجا نه 8-9 سانت چقدره؟ حدود اینقدره. خب یعنی من اگه 21 بافت زده باشم حدود 20 تا 18-19 تا اگه ببافم حدوداً اینقدر به من میده. پس من
میلم رو پس من میلم رو میارم با همون کانوایی که اینو بافتم یه 18-19 تا بچه ها سر میندازم. سرنداختن که بهتون گفتم یه حدود چند رج که بشه 1 سانت 2 سانت برای اینجا عرض اینجا انقدر، یعنی در اصل میشه 2 سانت میبافم که بیام اینجا اون رو بپیچم که این کارم قشنگ وایسته. حالا الان حس میکنم که 8-9 سانتم زیاده، میتونه مثلا یه مقدار کمترم باشه، 7 سانتم باشه، چون میخوام اینجا بکشم و پشتش رو بدوزم. من یه همچین مستطیلی بافتم، 16 تا سر انداختم، سعی کردم بافتم محکم باشه چون میخواد بیاد این دور اینجا. نخ رو یه مقدار بلندتر قیچی میکنیم برای همین دوختی که میخوایم انتهای کار داشته باشیم. این نخ رو میکشیم اینجا. حالا یه دونه اول گره میزنیم، نخ رو میکشیم و حالا این رو سر جایی که گفتم میدوزیم. این کار رو برمیگردونم، این رو میارم اینجا و این درزش رو این پشت کار به هم دیگه میدوزم. اینجا یه مقدار محکمتر و تمیزتر و دونه به دونه میدوزیم که موقع استفاده از این هدبند این باز نشه. ببین به این شکل میشه. خیلی قشنگ شد، فقط چون کامواش مشکیه شاید قشنگ دیده نشه که چطوریه. خب بچه ها اینجا دیگه این رو من یه گره میزنم به این نخ کوچیکتر، 1-2 تا گره میزنم و این نخ رو میبرم داخل کار، میارم بیرون و اضافه‌شو دیگه قیچی میکنم. نخ کوچیکمونم همینطور این نخ هم میبریم داخل بافت، پنهان میکنیم. خب این اضافه نخ هم که قیچی میکنیم. حالا یه هدبند خیلی شیک و قشنگ، نمیدونم توی این چون مشکیه خودش رو نشون میده یا نه. این هم از آموزش امروز ما، خیلی ساده بود بچه ها. این هم از این آموزش، امیدوارم که ببافین و ازش استفاده کنین، استایلتون رو شیک تر بکنین، برای عزیزانتون ببافین. ازتون میخوام که توی کامنت ها به من بگین که دوست دارین که آموزش بعدی چی باشه. ممنون میشم که کانال منو دنبال کنین و این آموزش رو برای دوستاتون بفرستین. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار، روزگارتون خوش.